مرداب جنگلی قادیکلای بزرگ روستای قائمشهر. به این بالاتر بهتون نشون بدم که این چجوریه. با تو میشه موندنی شد، قصه 1001 شب میشه بود و خوندنی شد. امکانات رفاهی اینجا واقعا فوق‌العاده است. فکر کن دور تا دور جنگل، مرداب، آب، این وسط هم سالن بیلیارد، فوتبال دستی، پینگ پونگ. قصه ها یه گدای پاپاتی کرد، توی هر شهر غریبی با تو میشه موندنی شد. اینجا هم سالن بیلیاردشه، سالن با کیفیت 2 تا بیلیارد میز ایک داره. اونجا میتونی بشینی حالا چای نوشیدنی که سفارش دادی و استفاده کنی. به جای دیگه هم بهت نشون بدم. کلبه‌های سوئیسی اینجا هم خیلی خوشگله. 3 تا کلبه سوئیسی کنار هم دیگه تو دل جنگل. حتما به قادیکلا مرداب جنگلی سر بزنید. آدرسش رو واسهتون می‌نویسم تو کاپشن. این هم از شهر بازی مرداب قادیکلا. یه سری وسایل تفریحی واسه بچه‌ها گذاشتن که بچه‌ها بتونن اینجا سرگرم بشن و مزاحم کارهای شما نشن. نظافت هم واقعا اینجا خیلی تمیزه. اونایی که حساسن به نظافت انتخاب اولشون مرداب قادیکلا باشه. خیلی تمیزه. فکر کن سر صبح تو این اتاق تو این کلبه از خواب پا میشی، پرده ها رو میزنی کنار و با این فضا روبرو میشی. دیگه آدم از زندگی چی میخواد؟ بهشت همینجاست. قائمشهر اومدی روستای قادیکلا، مرداب جنگلیشو فراموش نکن. حتما یه سر بزن به اینجا.